وقتی که منو بردن دادگاه، جلسه دادگاهیم کلاً فکر کنم 5-6 دقیقه طول کشید. یه نماینده اطلاعات اونجا بود و قاضی و منشیش. بعد اتهام منو خوندن، نوشتن گفتن که اقدام علیه امنیت ملی، محاربه. و اون وکیل تسخیری پا شد گفت که آقای قاضی، محاربه در قانون یعنی کسی که به اصطلاح محاربه رو واسه کسی به کار میبرن که اسلحه دست گرفته باشه، سلب آزادی و امنیت مردم رو کرده باشه. این موکل من حتی چاقوی میوه خوری هم دست نگرفته. یعنی چی؟ لرخوا سلام بوختن لرخوا و خاطر خوا سلام تیبن و سلام و درد میخواد. مادر شهرام احمدی، زندانی اهل سنت، محکوم به اعدام. سلام تیبنو خوا کمکتن که سلام تیبنو سلام جان. صبح امروز 12 مرداد ماه سال 1395 مسئولان دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به خانواده شهرام احمدی زنگ زدند و گفتند بیایید برای ملاقات آخر. ببین اول به ما گفتن خب آخری خداحافظی، خب راهی میخواستیم بریم جلوی زندان. خب میخواستیم همه رو رد کردیم، صبح بهمون زنگ زدن گفتم بیاید زندان خداحافظی، ولی به پدرش زنگ زدن گفتن فقط پدرش بیاد جلوی پای گهری زد، فقط پدری که در تمام این سالها پیگیر پرونده پسرش بود. حالا خب برای من تقاضا منه دادگاهی عادلانه بکە چەندانە وەکەڵیشمان گرتیا هەر وتیانە وەڵا خوارا بەردانی نییە، من گوناهی نییە مەسەڵەن ئەعدامش بکەن. وەلای تەقاضامانە لە دەوڵەت دادگای عادلانەی بکە بشکەم ئەمە خوای مەرەخەسی کەن ئیتر ئێمە گەزن نەکێشن ئەوە دایکیە ئەوە ئینتەوریە من فۆن ئینتەوری بوو. شهرام احمدی به همراه برادر کوچکش بهرام احمدی در سنندج بازداشت شده بود، اما برادرش در دی ماه 1390 در زندان قزلحصار کرج به همراه 5 زندانی اهل سنت دیگر اعدام شد. بهرام را قربان شو میوان من بو سهار 9 دزدن دیاکیاندا او فرمانچی دیاکی کرد 3-4 نفر محمود هاتن ناو پرسیان آقا تو چکاره او چکاره تو ناوی چست تو او ناوی چست پرسیان نوچی اولا من مردان و دیان دی تو بیبرن بو اطلاحات گزارش کتیان دا بعد سوال یکنو بیانی مرخص تکین برونو ایتا او بالنبلیان یاددامیان کرد. نه تو یاددامیان کرد. شهرام در نامه‌ای نوشته است در دادگاهی 5 دقیقه‌ای بدون آنکه به او و وکیلش اجازه دفاع داده شود، قاضی مقایسه او را به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرد. از سنندج تا تهران خانواده شهرام احمدی سالهاست که این جاده و این مسیر را طی می‌کنند تا بتوانند با او در زندان رجایی شهر کرج ملاقات کنند. اما در یکی از این سفرها در یک روز تابستان گرم خانواده شهرام احمدی در راه بازگشت از ملاقات در یک حادثه رانندگی به شدت آسیب جسمی می‌بینند. مادر و خواهر او که ضربه مغزی شده است. هر هاشم نو خمو بیدم و عملیات اسم لامنیه دستمنیه تاومنیه پامنیه. دیوان عالی کشور در تاریخ 15 مرداد 1394 حکم اعدام شهرام احمدی را نقض و به شعبه 28 دادگاه انقلاب بازگرداند. اما در همین سال قاضی محمد مقایسه بار دیگر برای شهرام حکم اعدام صادر کرد. چند روز پیش قاضی اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج به بند زندانیان سنی مذهب می رود و به آنها می گوید بهتر از خودشان را برای اعدام آماده کنند. نهادهای امنیتی و قضایی شهرام احمدی را متهم به ارتباط با گروه‌های مسلح تندرو می‌کنند، اما شهرام احمدی بارها نامه نوشته و اعلام کرده که این اتهامات صحت ندارد و خواستار این شد تا به او امکان دسترسی به یک وکیل مستقل و آزاد را بدهند تا از خودش دفاع کند.
او جرم خود را تبلیغ مذهب اعلام کرده است. او بهرام یعنی عدم کرده سرم تیبن و نرخوه او هوشی پیماوان سرم و 20 نفر دیگه هستن. الان زن زدن به ما میگن بیان جلوی پزشکخانه کهریزک. یعنی تو زندان نموندن اما تو شهرن، تو پزشکخانه‌ای هستن. خواهرم داره دق میکنه، پیگیری کنیم ببینم اصلا اعدام شده یا نه. یکی یعنی عدم کرد بهرام یعنی عدم کرد وچکا کمو او هوشی پیماوان